بسم الله. باب در بیان ما یتعلق بالاحتلام والمباشره. باب در بیان آنکه شخص روزدار آنچه بر احتلام قرار میگیرد و همچنین مباشرت وابسته، پیوست شدن، نزدیک شدن با زن، غیر همخوابگی. سوال: مقصود یا که مقصد از احتلام چی است؟ ما المقصود بالاحتلام؟ اولا مقصد از احتلام این برآمدن منی هست. انسان احتلام شده یعنی که منی برآمدن منی رو از انسان، و این منی یک آب سفید است چسبنده. این آب منی سفید چسبنده با شهوت و سوزشوی بدن با زود حرکت کردن میبراید، خود در اختیار باشد، خواه در اختیار خود انسان باشد، در بیداری، خواه در خواب باشد. سوال نباته که آیا این احتلام روزه رمضان را میشکند یا خیر؟ جواب این که هر کسی که در روزهای رمضان اگر در خوابش احتلام شود، در حالی که در رمضان در روزه‌داری قرار دارد، روزه اش ویران نمی شود، زیرا آن به اختیار انسان، به قصد انسان رخ داده است، برآمده است. چون یک در بالا بیان کردیم که انا همین احتلام منی آبی که با شهوت میبراید و یا که سستی با اختیار که به اختیار است یا که در خواب است. مادامی که اگر در خواب باشد به اختیار است و بدون قصد است، روزه را فاسد نمیکند، تنها بر او غسل لازم است. سپس روزه اش را ادامه میدهد، غسل مینماید، از برای نمازها آمادگی میبیند و تمام. اما مقصد از مباشرت به واسطگی چی است؟ اینکه مقصد از اینکه با زن نزدیک شدن اما نزدیکی نکردن. پس مباشرت آن است که پوستی بدن یا که بدن انسان به بدن همسرش میرسد، بدن مرد به بدن همسرش میرسد، مثل آغوش گرفتن، بوسیدن، این را مباشرت میگن. و این آغوش گرفتن، چی بدن انسان چی با لباس چی به لباس رسیدن و بوسیدن، این سبب‌های شکستن روزه نیست، روزه انسان رو فساد نمی‌کند. اما سوال نوبتی: آیا لذت بردن با مباشرت و با آغوش گرفتن بر روزه تأثیر میرساند که نمیرساند؟ پس این لذت بردن بدون همجنسی همخوابگی کردن باشد، بر روزه تأثیر نمیرساند. این لذت بردن بدون این باشد، بدون جماع باشد، بر روزه تأثیر نمیرساند. ولی باید از برآمدن منی احتیاط نماید که در این حالت قصدن میشد، روزه انسان فاسد میگردد. این نقطه را باید اهمیت ویژه‌ای داد. بارک الله فیکم. اگر منی برآید چی حکم دارد در این حالت؟ در این حالت اگر منی برآمد، این چی حکم دارد؟ اگر در این حالت منی برآید، غسل بر او واجب میگردد. اگر در این حالت بدون نزدیکی کردن، جسم با جسم رسیدن، در آغوش گرفتن، لذت بردن، بدون نزدیکی همخوابگی کردن منی برآید، غسل برای هر دو آنها واجب میگردد. آنها در حالت جنابت قرار میگیرند و روزه قضا برای آنها واجب میگردد و در یک گناه خودشون رو گرفتار کردن. و این حکم برای زن و مرد یکسان است. مادامی که منی برآمد، حکم برای هر دو آنها واجب میگردد. سوال نوبتی: حکم بوسه کردن روزدار همسرش چیست؟ بوسه کردن روزدار همسرش که همسر شوهرش اشکالی ندارد، اما با شرطی که شهوتش را اداره کرده تواند. چون در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها در این مورد روایت شده است که میفرماید عایشه که رسول الله بوسه میکردند در حالی که روزدار بودند. و یباشر و هو صائم، مباشرت گفتیم ما در آغوش میگرفتن در حالی که روزدار بودن، ولیکن او صلی الله علیه و سلم میفرماید که بیشتر از همه خود را اداره میکردن. اما اگر این مباشرت به فساد شدن روزه برساند، برای روزدار حرام میگردد این کارو کردن. چون یک در نقطه اول گفتیم به شرطی که شهوتش رو اداره کرده تواند. پس سوال اینجا میشد که آیا می توانیم در این حالت حکم بر منع این مباشرت بدهیم، حکم بر منع این نزدیکی یا که بوسه کردن بدهیم اگر این گونه باشد یا که با شهوت به شهوت باشد؟ اگر انسان زود شهوت باشد و خود را اداره کردن نمیتواند، برایش جایز نیست که با زنش مباشرت نماید، نزدیک شود، آغوش گرفتن، به لباس یا بوسه کردن، زیرا این سببی میتواند سبب ویران شدن روزه بنده بگردد و سبب برآمدن منی. برای همین از این همبستری، از این خوابیدن یا که نزدیک کردن یا که به همبستری رسیدن، از این در امین است، شاید انسان بیفتد. و در حدیث قدسی آمده است که شهوتش را به خاطر من ترک میکند. و در قاعده شرعی میرسه که هر چیزی که واسطه میشود بر حرام، خود حرام میگردد.
هر چیزی که بس بر حرام واسطه میگردد خود حرام میگردد. یک چیزی که تو را به سوی حرام میبرد همون چیز خودش حرام، همون وسیله خودش حرام میگردد. آیا این حکم که در بالا ذکر کردیم برای پیر و جوان یکسان است یا که فرقی دارد؟ فرقی ندارد. برای پیر و جوان یکسان است این حکم، به شرطی که اگر هر دو دارای شهوت باشند و هر دو خود را اداره کردن نتوانند. اما پیر باشد سین سال رفته بیشتر او انتظاری میکشد، برخلاف جوان که شهوتش در اوج است و اداره آن را ندارد. و سوال نوبتی، هر کسی که در روزهای رمضان، سوال خیلی مهم است، هر کسی که در روزهای رمضان برای استمناء که خود را با دست خود آرام کردن، هر کسی که در ماه رمضان برای استمناء برای خود را آرام کردن، اگر که این منی آب را برآورد، این از لحاظ شریعت چه حکم دارد؟ بر او چی لازم می شود؟ جواب این که کسی که در روزهای رمضان با چیزی که پیشگیری کرده است، مثل لمس کردن، قپیدن گفتیم، یا که تکراری نگاه کردن گفتیم، اگر با این چیزها اگر انسان آرام بگردد، که خارج شود معنیش، بر او توبه واجب میگردد. چی برای لمس کردن، قپیدن اگر معنیش براید، چی برای تماشای تکرار به تکرار اگر معنی براید، چی برای خود را آرام کردن، هر راهی که برآمد این راهها و غیر این شاید دیگر راه هم باشد ما که نمیدانیم، برای وی لازم است که به سوی الله توبه نماید، از این کاری کردش پشیمان شود و باقی مانده روز رو روزه می‌دارد و برای وی قضای واجب می‌گردد. آن روزی که این حالت گرفتار شده بود یک روز قضای واجب می‌گردد. پس در این کارها باید انسان احتیاط رو پیشه بگیرد. اگر این کارا کردونه که معنی نبرآمد، این کارا کرد و یک از این کارا رو انجام داده که معنی نبرآمد، در این حالت برای وی روزه واجب نیست، برای وی قضا واجب نیست، ولیکن توبه برای وی لازم است از این کارش. برای همین روزه‌دار از هر چیزی که شهوتش رو می‌انگیزد دوری بجوید. فقیهان می‌فرمایند که اگر هر کسی که در ماه شریف مبارک اگر استمناء کرد، خود را آرام کرد، به این راهی گفتیم، برای وی کفاره نیست، ولی که قضای وی، قضای این روز برای وی واجب است. قضا داشتن این و این نظر را صنعانی و شوکانی و ابن حزم نیز ذکر نمودند. پس سوال نوبتی، آیا گفتیم در بالا که جایز بودن نزدیکی با همسر بدون همخوابگی، آغوش گرفتن، بوسه کردن این جایز بودن، اما اگر این انسان را به سوی شهوت بکشاند، به سوی شهوت ببرد، در این حالت برای انسان جایز نمیگردد، باید از این خودداری نماید. مخصوصا اگر شخص شهوتی قوی داشته باشد، نباید مباشرت کند از ترس آنکه در این همخوابگی بیفتد، خاصتا نوجوانان. و با استفاده از این از عایشه رضی الله عنها از دلایل شرعی که حضرت عایشه نیز بر این اشاره کردن، وقتی گفتن که پیامبر اساسا مباشرت میکرد، بوسه کردن، آغوش گرفتن، در حالی که روزه‌دار بود. و در دوام چی گفتن؟ و او صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر خود را نگاه می‌داشتن، خود را اداره می‌کردن. این مسئله واسه بر واسه به شهوت انسان، اگر انسان شهوتش نمیبراید، میتواند به حضور در آغوش بگیرد، بوسه نماید، برایش در این امر، در این وسیع از امر. سوال نوبتی، آیا برآمدن مزی همان حکم منی را دارد در روزه؟ منی با شهوت گفته میبراید و مزی باشد این هنگامی مداعبه، هنگام بازی کردن، هنگامی که با همسر خود هم نزدیکی میکنی، بازی کردن رو میفهمید آخر، بازی میکنی با او یا که لمس میکنی میقپی مثلا، این هنگام آب میبراید، مزی میگن، این رو آبی تنوک میبراید صاف. میگه که در اینجا آیا برآمدن مزی همان حکم منی رو در روزه دارد یا که نه؟ پس بدونید که برآمدن مزی روزه رو نمیشکند، مزی مانند ودی است. ودی هم آبی هست که هنگام برداشتن چیز وزنینه یا که بیماریه یا که هنگام حالت دیگری میبراید، یک آب چسبنده یا که بعد پیشاب میبراید، این بی لذت است. پس این مزی و ودی از شکننده های روزه نیست، اما طهارت رو میشکند. فقط در اینجا منی هست، منی که با شهوت میبراید، با لذت میبراید، این است که روزه رو میشکند. اما مزی و ودی اینها ویران کننده روزه نیست، اما فقط استنجا و وضو برای بنده از برای نماز واجب میگردد، حتی طهارت برای بنده واجب نمیگردد. سوال نوبتی، اگر دست روزدار تصادفاً به زن بیگانه برسد، یک شخص روزدار است، دستش تصادفاً در اتوبوس در هر جایی که باشد، یکی بدون تصادفاً به زن بیگانه رسید، آیا روزه انسان در این حالت ویران می شود؟ این چه حکم دارد؟ اگر این حالت بدون قصد شود، تصادفاً این کار شد، برای چیزی نیست و بر روزه این بنده هم ضرر نمیرساند. این مثل همان حالت است که هنگام ازدحام مردم، پروبکای مردم انبوهی قرار میگیرد، یکم جای مشکلی ندارد و بر روزه انسان ضرر نمیرساند و بر ایمان انسان هم ضرر نمیرساند. اما اگر قصدن باشد،
این گناه است، معصیت است، ولی سبب باطل شدن روزه بنده هم نمیگردد. سبب باطل شدن روزه بنده نمیگردد. سوال نوبتی: آیا نظر کردن یا که افتادن نظر، نگاه کردن به منظره های نادرست، میفهمین منظره نادرست ها؟ به چیزهای نادرست و حرام اگر بی افتاد آنها رو تماشا نماید، آیا روزه انسان در این حالت باطل میشه یا نه؟ این روزه رو باطل نمی کند، ولیکن به کم شدن ثواب آن برده میرساند، کم گردن اجر آن برده میرساند. پس اساس روزه این است که لعلکم تتقون باشد، از تقوا و پرهیزگاران قرار بگیرید است. اما کسی که اگر از نظر کردن شهوتش بیدار شد، کسی که از نظر کردن شهوتش بیدار شد و منی برآمد، حکم روزه اش چیست؟ این است که روزه اش باطل می شود، برای وی کفاره لازم نمی گردد، اما روزه اش باطل می شود، چون نگاه اول چیزی است که بر آن انسان خود را خودداری می کند، اما نگاه های پی در پی انسان را تغییر می دهد. پس روزه انسان اگر که برآمد، قصدن کرد گفتیم برآمد، روزه باطل می شود. اگر بغیر قصد بود روزه باطل نمی شود.